چشمهاش چرا این رنگیه؟ اصلاً واقعی به نظر نمیاد. جهان بیشتر از چیزی است که میبینیم. این جغد عجیب که میبینی جغد برفیه. چیزی که بیشتر از همه توجه رو جلب میکنه چشمهاشه. چشمهای این جغد میتونن بسته به نور محیط زرد، طلایی یا حتی نارنجی دیده بشن. این رنگ بهش کمک میکنه شکارش رو توی نور کم و برف تشخیص بده. جغد برفی توی مناطق بسیار سرد زندگی میکنه و یکی از بهترین شکارچی های شبانه است. نگاهش اونقدر نافذه که خیلی‌ها میگن انگار روح آدمو میخونه، ولی این فقط یه سازگاری هوشمندانه طبیعته. به نظرت زیباست یا ترسناک؟ این فقط دانستنی نیست، یک راز است.